یه عالم هیجان، ترس، رمز و راز، معما. همه اینا قراره توی یه سریال خیلی خفن بهتون معرفی بشه. سلام، این چنل لانا هارر و این اولین ویدیو از بخش معرفی فیلم و سریال ترسناکه. شما هم طرفدار فیلم و سریال ترسناک هستی؟ سریالی که میخوام بهتون معرفی کنم یه سریال خیلی ترسناک خفنه. اگه ندیدید همین الان برید سراغ دانلودش و بشینید همین امشب توی تاریکی ببینید. نه از اون سریال ترسناکایی که فقط بخواد جامپ اسکیر یا ترس لحظه‌ای داشته باشه. نه، قشنگ قراره با روح و روانتون بازی کنه، قراره شما رو ذهنتون رو درگیر کنه، همه چی قراره شما رو اینجا بترسونه. اول از همه و مهمترین نکته بهتون بگم، این ویدیو اسپویل نداره. شما هم حتما حواستون باشه توی کامنت ها اسپویل نکنید. لایک یادتون نره، سابسکرایب و گزینه رو بذارید روی آل. سریال پر از کاراکترهای مختلفه که شما رو یه جورایی درگیر داستانهای خودشون میکنه. من خودم وقتی داشتم این سریال رو میدیدم، داستانهای مختلف کاراکترها منو یاد سریال لاستن و بعدا متوجه شدم که چه جالب، تهیه کننده های اجرایی این سریال و سریال لاست با هم یکیه. چیزی که ما همون اول داستان متوجه میشیم یه شهر کوچیک خیلی مرموزه که شما وقتی واردش میشید دیگه امکان نداره بتونید ازش خارج بشید. Get out of here, please. Kevin, we are stuck. We didn't come here. We were brought. جالبی داستان کجاست؟ وقتی که همه افرادی که توی این شهر گیر افتادن همه به یک شکل وارد این شهر شدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا یه نفر داشته میرفته سر کار، یه نفر داشته میرفته مسافرت، یه نفر توی شهر دیگه داشته میرفته بیمارستان. هر کسی به یک طریقی داشته از یه جاده مختلفی رد می شده که یهو وسط جاده یه تنه درخت خیلی بزرگ می بینه که راهو بسته. علاوه بر اون تنه درخت یه سری کلاغ های عجیب و غریب مرمور کننده هم هست که بالای اون تنه درخت دارن می چرخن. Must have got knocked down in a storm or something. It's a pretty selective storm. What are they doing? Can we just leave, please? Jim! I know none of this makes sense yet. Everyone in this town has been exactly where you are right now. Everyone sees the tree. Those crows. بعد از اون صحنه بوم تمومه. شما سر از یه شهری در میارید که هر چقدر میچرخید دنبال راه خروجی میگردید، دنبال یه راهی که از این جاده مستقیم در بیایید میگردید. دیگه تمومه، امکان نداره پیداش کن. شما دارید دور یک شهر به صورت لوپ و چرخشی و دایره وار میچرخید. شما دیگه تا آخر زندگیتون همین جا گیر افتادید. Stay on the road. Did we turn somewhere? God damn it. Jim, we're driving in circles. You drove out this way. How did we get back here? یکی از خانواده هایی که تازه وارد این شهر شدن اینا دیگه بیچارا بدشانس تر از هم. توی جاده‌ای که دارن وارد میشن با یه ماشین دیگه که اونم داره تازه وارد میشه با هم دیگه تصادف میکنه. بعد از این تصادف تازه کمی کم متوجه میشن که خب مثل اینکه یه شهر عادی نیست. این شهر نه تنها نمیتونی ازش خارج شی، بلکه یه سری اتفاقات خیلی مرموز وحشتناکتر دیگه ای داره. It's important for you to understand what happens after dark. Lock your door, nail your window shut. You do these things, your family's gonna be safe. Safe from what? پس چی شد؟ شما علاوه بر این که نمیتونی از این شهر خارج بشی، شبا بیرون نمیتونی بیای، در پنجرت باید قفل باشه و بعد حواست باشه کسی رو توی خونه خودت راه ندی. I've missed you so much.
Megan, what are you doing? Maybe I can come in. This is what happens when you break the rules. بعدی ماجرا اونجایی که شما یه سری افراد رو میبینی که به صورت داوطلبانه توی شب میرن وسط شهر میشینن و منتظر این موجودات میمونن. Get these people home, Sheriff. Do everything I can. Promise me. اسم این سریال خفنی که تا اینجا بهتون معرفی کردم و ژانر علمی تخیلی داره فرامه. این پوسترشه که دارید میبینید. داداشمون که دارید اون پشت میبینینش به نظرتون خیلی عجیب غریب و کریپی نیست؟ از اینایی که مرمورت میکنه و شب قراره بیاد تو خوابت و نمیدونی قرار ازش بترسی، بهش بخندی، چندشت بشه. من خودم وقتی پوستر فیلم رو دیدم اینجوری بودم که فیلم خوبیه، فیلم خوبی نیست، این چرا این شکلیه، این چرا انقدر غیر عادیه. ولی بالاخره دیدمش و فهمیدم یکی از سریالای خفن ترسناک رو دیدم. They're coming. There's only so many places we can go. Please don't. A man protects his family. و الان 2 فصل از این سریالی که براتون توضیح دادم، سریال فرام منتشر شده. فصل سوم این سریال به احتمال زیاد سال 2024 منتشر میشه. توضیحات من راجب فقط فصل اول، فصل دوم هیچی راجبش نگفتم، چون تازه شما توی فصل دوم قراره یه سری حقیقت‌های عجیب غریب مرموز رو راجب شهر معروفمون متوجه بشید. سعی کنید سریال رو خیلی با دقت ببینید، همه چی کنار هم بذارید، به جزئیات خیلی دقت کنید. شما خودتون باید به یه سری سرنخ‌ها برسید و با کنار هم گذاشتن اینا به یه نتیجه واحد برسید. What are you doing? I'm checking to see if they moved. If what moved? The trees. البته که من خودم الان چند تا تئوری تو ذهنمه و هنوز نمیدونم کدوم درصد و احتمالش بیشتره. شما هم وقتی اومدید سریال دیدید بیاید یه جوری که بقیه متوجه نشن، اسپویل نشه، توی کامنت ها به من بگید نظرتون چی بود. What are they? You believe in monsters. نظر شما چیه؟ به مانسترز یا هیولاها اعتقاد داری؟ اطراف خودتون حسشون میکنید؟ یه سر صدایی که یه موقعی اطرافم میشنویم، یه صدای از توی حمام میاد، یه صدای از توی آشپزخونه میاد. ما تو حال نشستیم داریم تلویزیون میبینیم یکی توی اتاق صدا میده. اینا به نظر شما کیه؟ دارن چی کار میکنن توی خونه ما؟ توی این چنل تا حالا بخش گیم پلی بازی ترسناک داشتیم. یکی بخش فیلم و سریال ترسناکه، قرار خیلی بخش جذاب‌تری هم بیاد. شما هم اگه پیشنهادی دارید حتما واسم بنویسید. بازم میگم لایک و سابسکرایب فراموش نشه.